چرا ما همیشه جنبه دفاعی داشته باشیم؟ چرا نباید مثل دنیای غرب جنبه هجومی داشته باشیم؟ اساسی ترین فقری که ما در این وطن با او مواجه هستیم فقر فکر و فقر فرهنگ و فقر دانشه. یک جوان چگونه خود را از تهاجم فکری نجات بده و بدانه این تهاجمه؟ ما از دنیای غرب در حقیقت راز پیشرفت صنعتی از او را باید بگیریم، راز پیشرفت تکنولوژی از او را باید بگیریم. شما چند پیش مشاهده کردین که اعلان شد پول خرید ساجق در افغانستان بیشتر از پول خرید کتاب بوده. خواهشم از شما است که با کتاب رابطه برقرار بکنیم. بدون کتاب به نام خداوند. سلام به شما بینندگان عزیز، دوستداران برنامه به عبارت معروف. امروز هم یک مهمانی نهایت عزیز داریم، کسی که حضورش هم برای ما ارزشمند است و این را میدانم حرفایش و قصه‌ای را که داره یا خاطرهایی را دارد برای شما هم مفید و سازنده است. انسانی به قول صادق هدایت قابل تأمل برای بسیاری. استاد سید محمد شیرزادی. استاد عزیز، به پادکستی به عبارت معروف خوش آمدید. سلامت باشین به نام نامی خداوند. با سلام خدمت شما جناب شخص گرامی و ارجمند و همه بینندگان عزیز و گرانقدری که ما شما را مشاهده می کنند. خیلی ممنون. واقعا به ما افتخار دادی، اینجا حضور یافتی که ما ازت بیاموزیم و همینطور مخاطبین عزیز ما چیزای خوبی قابل تأمین را ازتان بیاموزه. استاد عزیز، امروز از اینجا شروع کنیم. امروز شما به عنوان یک دعوتگر دین، یک کسی که جامعه برش ارزش میده، جوانا دوست دارن ازش بشنون، ازش حرف بشنون، قصه بشنون، حتی دوست داره برون در مورد زندگیش بشنون. این استاد از کجا شروع کرد که به اینجا پرتاب شد به عنوان یک دعوتگر حضور داره و دیگران برایش ارزش قائل هستند. استاد، چی چیزی سبب شد شما به اینجا برسید؟ سلامت و بخیر باشین. شکی نیست که انسان یک محیط تربیتی از خانه و خانواده گرفته تا محیط و منطقه‌ای که انسان کلان میشه سر افکار و اندیشه ها و ایده های انسان اثر خاصی میگذاره و ما در یک خانواده عرفانی کلان شدیم، یک خانواده‌ای که در زادگاه ما روزانه 10 نفر از ولایات مختلف مثل بادغیس و نیمروز و فراه و ولسوالی‌های مختلف هرات می آمدن در لنگر و خانقاه او خانواده و ما در او خانواده کلان شدیم و یقینا که اینا در شکلگیری همو تفکر دینی و عرفانی ما نقش اساسی داشتند. بعد از اینکه در سنین نوجوانی قدم گذاشتیم، معمولا ارتباط ما با نویسندگان معروف جهان اسلام، با کتب دینی که معمولاً به صورت متداول من حیث یک سیستم و نظام درسی تدریس میشه یک ارتباط عمیق بوده و از جانب دیگر ما در سنین نوجوانی در یک منطقه زندگی میکردیم در هرات که جمعی از جوانان هدفمند پرشور و پراحساسی که یعنی گاهی وقت شبها این تا ساعت 11 و 12 شب ما در مسجد میماندیم. یک کتابخانه کوچکی در داخل او مسجد ما ایجاد کرده بودیم و روزها و شبهای ما با همون کتابخانه سپری میشد و دلگرم بودیم با کتابهایی که در اونجا بود و این قضیه تعقیب قضایای جهان اسلام و ای که هدف زندگی و درک و معنایی که از زندگی پیش ما بوده، تمام اینها عامل و اسبابی بودند که سبب شدند تا در مسیر دعوت و در حقیقت فراگیری علوم اسلامی قدم بگذاریم و نیز یک دانش آموز در این مسیر باشیم.
اگر شما در یک خانواده یا خانه عرفانی تولد نمی شدی چی چیزی تغییر می کرد؟ خب شکی نیست که انسان در هر اجتماعی که زاده میشه به خاطر از این که در سنین طفولیت و کودکی و نوجوانی معمولاً چندان استقلالیت فکری نداره، نوع تفکر و دانش و بینش پدر و مادر سر فکر و عقیده فرزند تأثیر میگذاره. اگر یک نفر در خانه یهودی تولد بشه یهودی بار میایه، اگر مسیحی باشه مسیحی کلان میشه، اگر مسلمان باشه مسلمان کلان میشه، مگر ای که انسان از جو تقلیدی بیرون بره و جنبه تحقیق اختیار بکنه، چی چیزی ما یعنی به حالت شعوری بیره. شکی نیست که انسان از حالت تقلید وقتی بیرون بره، چیزی که انسان را از حالت بیرون میکنه مسئله تحقیقه، چشم را باز کردنه. به تعبیر علی شریعتی اگر فراموش نکنم میگه که چشمها را باید شست و جور دیگری باید نگاه کرد. یعنی انسان اگر خواسته باشه از دایره تقلید بیرون بره، خب شکی نیست که خیلی از باورهای انسان میفته، خیلی از باورها را انسان کنار میگذاره، چیزهایی که به اونا جنبه تقدس داده بود. بنابراین راه بیرون رفت از تقلید تحقیقه و دنبال رفتن حقیقت و کسب دانش و شعوری آنچه که انسان باور داره اونا را درک کردن و دریافتن. اما یک جوانی که در افغانستان زندگی میکنه، جایی که با چالش‌های مختلف مواجه است، فقر است، مشکلات اقتصادی است، شاید مشکلات فرهنگی محیطی هم باشه، مشکلات خانوادگی هم باشه، این جوان چگونه خودش را از اون باورایی که در کودکی برش پیش آمده یا اون باورایی که به ارث برده از پدر و مادر نجات بده، یک انسانی متغیرتر شود، یک انسانی با نگاه نوی دیگر؟ شکی نیست که ما در افغانستان با یک نوع فقر مواجه نیستیم. یعنی ما فکر بکنیم که فقر تنها فقر مالی و اقتصادی است. اساسی ترین فقری که ما در این وطن با او مواجه هستیم فقر فکر و فقر فرهنگ و فقر دانشه و همین سبب شده که متاسفانه ما در 50 سال هی به مغاره های تاریخ به تعبیر ابن خلدون پناه میبریم. مسئولیت یک جوان چیست؟ مسئولیت یک جوان اول اینه که خود را بشناسه، فلسفه موجودیت خود در همین جغرافیای زیستی خود پیدا بکنه. من کی هستم؟ چگونه بشناسه؟ برای ای که چگونه خود را بشناسه شکی نیست که راه‌های متعددی وجود داره. یکی اینه که انسان دنبال مطالعه بره، تحقیق بره و با کتاب انس و الفت پیدا بکنه و راه دیگرش اینه که انسان دوستان هدفمند، آگاه و دانا انتخاب بکنه و راه دیگرش اینه که انسان شخصیت‌های الگو، متفکر و کسایی که مؤثر بودن در داخل جامعه ما و جوامع دیگر اونها رو الگوی خود قرار بده تا در حقیقت اینا تلنگری باشند برای که او را از حالت موجود به حالت مطلوب او را منتقل بکنند. و همچنین امروزه که آسان شده ارتباطات، تکنولوژی و اینترنت، ضمن ای که جهان را تبدیل به دهکده و قریه کوچک ساخته، دنیای از اطلاعات و معلومات را در اختیار انسان قرار میده. کل اینها عواملی هستند که یک انسان هدفمند میتونه در حقیقت زندگی خود را از حالت موجود متحول بسازه. میتونه با استفاده از ابزارهای مجازی مثل فیسبوک، گوگل، اینترنت و هوش مصنوعی آگاه‌تر بشه؟ شکی نیست. ببینین ابزار حیثیت گلاسر دارند. این برمیگرده که ما چگونه از او استفاده میکنیم. کسی داخل این گلاس شراب مینوشه، کسی آب مینوشه، کسی آب زمزم مینوشه. این ابزار مثل فیسبوک و اینستاگرام و چت جی پی تی و اینترنت و گوگل و امثال اینها در حقیقت زندگی رو برای ما راحت‌تر و آسان‌تر میکنند به شرطی که ما نگاه هدفمند به زندگی داشته باشیم. اما استاد یک مسئله دیگه است، بیشتر تهاجم فکری، جنگ فکری از طریق رسانه‌ها پخش میشه. بیشتر غرب اهداف خود را بالای جوانان شرق، فارسی زبان یا مسلمان از طریق گوگل، اینترنت، فیسبوک و حالا حتی هوش مصنوعی با معلوماتی که خود اونا ارائه میکنن یا ذخیره میکنن
پیشکش میکنن، ذهن دیگران را نوی میفریبن، تغییر میدن. پس یک جوان چگونه خود را از تهاجم فکری نجات بده و بدانه این تهاجمه؟ ببینین، ای که ما تلاش نکنیم دلیل بر این نمیشه که دیگران هم تلاش نکنن. ای که ما دروازه خانه را بالای خود بسته بکنم به این معنا نیست که دیگران هم پشت دروازه های بسته باقی میمانند. ای که من خواب باشم دلیل بر این نیست که دیگران هم حتما خوابند. این نوع تلقینیه که ما به خود میکنم. بنابراین استفاده از ابزار، هر کسی ابزار را ساخته، هر کسی از ابزار برای هدف استفاده میکنه. انسان آگاه، دانا و هوشیار کسی است که همه ابزار در راستای تحقق اهداف مثبتی که داره استفاده میکنه. ما اگر خواسته باشم یک مثال بدم، دزد در داخل خانه داخل میشه که اهل خانه را غافل ببینه، اونها را یعنی فکر بکنه اینا در حالت خوابن و ما وقتی داخل باشم اینا رو میتونم غافلگیر بکنم. اما اگر گروپ دزدان مسلح بفهمند که در داخل خانه‌ای که ما میخوایم داخل بشیم، داخلی خانه همه بیدارن، همه مسلحن، همه هوشیارن، همه آگاهن و اگر ما داخل بشیم غیر از این که خود را به هلاکت برسانیم چاره دیگری نیست. امروز اگر دنیای غرب این توانایی را پیدا کرده که هوش مصنوعی را در داخل خانه ما ساخته، فضای مجازی را در داخل خانه ما ساخته، چرا ما این توانایی را به خود ایجاد نکنیم که اولا از اینا استفاده درست بکنیم و ثانیاً ما بالمقابل ابزار مثل اینها را تولید بکنیم که ما هم تولید افکار بکنیم به جامعه غربی؟ چرا ما همیشه جنبه دفاعی داشته باشیم؟ چرا نباید مثل دنیای غرب جنبه هجومی داشته باشیم؟ و از جانب دیگر نکته‌ای که ما در اینجا مطرح بسازم این است که یک نکته‌ای که من گلایه دارم جناب شرق صاحب، حتی از خطبای ما که سر منابر هستند، حتی از اساتید مکاتب، حتی از رهبران سیاسی جامعه ما هم در افغانستان و هم در جوامع دیگر اسلامی، یک عده‌شان اینه که همیشه عقب ماندگی های خودر، همیشه غفلت های خودر، همیشه تنبلی های خودر، بی برنامگی های خودر مندازن سر اروپا و غرب، در حالی که میدانند که پروسی توته است. پروسی توته همینه که من تمام غفلت و تنبلی و بی برنامگی خودر به عهده دیگران بندازم. و نگاه قرآن در این راستا چیست؟ نگاه قرآن اینه که میگه که قرآن عظیم الشأن میفرمایه کل نفس بما کسبت رهینه، هر انسانی در گرو اعمال خود است. یا در آیت دیگر قرآن میگه که ولا تزر وازرة وزر اخرى، همونطور که در آخرت کسی بار گناه ما را به دوش نمیگیره، حتی شیطان. در این دنیا هم هیچ کشور مسئول عقب ماندگی و شکست کشور دیگر شناخته نمیشه، بلکه اولین عامل خود ما هستیم. کشورهای بیرونی استعمارگر و استثمارگر به عنوان عامل دوم مطرح میشن، نه عامل اول. حال بحث این است که ما چی کنیم از این حالت بیرون بشیم. راه چاره ای است که نسل جوان ما بدانند که پیراهن طفل 5 سال برای مرد 30 سال نمیزیبه و هر انسان لباسی به قد و قامت خود ضرورت داره. جامعه غربی فرهنگ خودر داره، فکر خودر داره، اندیشه خودر داره، نوع نگاه خودر به تمدن و انسان و بشریت و هستی و زندگی داره و من انسان شرقی مخصوصا مسلمانی که در خط اسلام زندگی میکنم، نگاه من به زندگی، به انسان، به حیات، به بشریت چیز دیگر است. نگاه من هم دنیاست و هم آخرت، هم ماده هم معنا، هم جسم هم روح. اما نگاه تمدن غربی به انسان فقط نگاه مادی است. آخرت، خدا، پیامبر، کتاب، وحی در تمدن کنونی هیچ معنایی نداره. این تمدن کلاً رفته به طرف مادیگرایی محض رفته. یک جوان افغان میتونه چیزی را، باوری را، یک پاره را از فرهنگ غربی بگیره؟ بله، در اینجا یک چیز را من عرض بکنم که من و شما منهج ما منهج اعتدال و میان روی است. منهج اعتدال و میان روی اینه که ما خوبی ها را از هر کسی میگیریم، بدی هایش نقد میکنیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم روایتی که به اونها منسوبه اینه که الحکمت ضالة المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه. یعنی کار خوب
فکر خوب، سخن بجا، برنامه بجا. در هر کجایی که مؤمن این کار خوبه، سخن خوبه، برنامه خوبه رو ببینه میگیره. ما از دنیای غرب در حقیقت راز پیشرفت صنعتی از او رو باید بگیریم، راز پیشرفت تکنولوژی از او رو باید بگیریم، راز پیشرفت در حقیقت شورایی ساختن نظام‌هایشان باید یک قسمتش باید بگیریم. اما فلسفه‌ای که در ورای تمدن غرب وجود داره او فلسفه زیبنده من نیست. یعنی تمدن کنونی غرب درسته در جغرافیای شکل گرفته به نام جغرافیای عیسی مسیح، اما این تمدن دنبال رو تفکر عیسی مسیح نیست، بلکه دنبال رو تفکر مسیح دجاله به تعبیر دکتر یوسف قرضاوی. یعنی امروز پیرو مسیح دجاله، در این شکی نیست. به خاطری که شما میبینین حقوق بشر زمان تعریف میشه که منافع غرب تأمین بشه، حقوق زن زمان تأمین میشه که یعنی تعریف میشه از دیدگاه کشورهای غربی و اروپایی که منافع سیاسیشان تأمین بشه و نمونی از این عملا شما در غزه هم دیدیم و در تنش اخیری که میان غرب و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته در این هم شما مشاهده کردین. یعنی اگر یک انسان غربی یعنی آمریکایی و اروپایی، یک طفل، یک زن، یک میانسال اگر به گلوله بسته بشه، کل رسانه‌های غربی سر از این فوکس میکنن، تمرکز میکنن، بحث میکنن، حقوق طفل مطرح میشه، حقوق زن مطرح میشه، حقوق بشر مطرح میشه، ولی به تعداد 70,000 پیر و جوان و طفل و زن و مرد در غزه کشته شد. چرا که صدای خود را بلند نکرد؟ غیر از انسان‌های آزاده‌ای که بیرون از حکومتن. چرا آمریکا تا هنوز در کنار اسرائیل قرار داره؟ چرا کشورهای اروپایی در کنار اسرائیل قرار دارند؟ در کنار نظام کودککش غاصب محتل که در حقیقت هیچ حقی برای بشر قائل نیست. حق زمانی پیش از او تعریف میشه که منافع از او باشه. بنابراین ما وقتی بحث مسیح دجال را مطرح میکنیم این که ما صرفا نگاه مادی باشه، نگاه ما در محور منافع شخصی ما بچرخه و چیزی است که شما در تمدن غرب میبینید. یک کتاب است به شکل رمان نوشته شده به نام مسیح دجال که این بیشتر میپردازد آدمایی که دنیا را فقط مادیگرایی میپندارن و تصورشان همین است که 4 روز زندگی است، باید زندگی کرد. بیرون از این حیطه، از این دنیا چیزی وجود ندارد. اون مسائلی که ما با اون باورمند هستیم، آخرت، بهشت، دوزخ، این مسائل. خب در این کتاب یک داستانی را می آورد تا جای در ذهنم است، میگوید یک زمان شرق با آن باوری میرسد که امروز غرب رسیده، ولی باوری که شرق به اونجا میرسد در اون باور نوع تکامل پیدا میکرد انسان شرقی. سوالی من اینجاست، ما مسلمان ها، ما جوان مسلمان ها انسان هایی به تکامل رسیده هستیم؟ ببینین اینجا سوال دو تا چی داره، در حقیقت 2 لایه هست. یک لایه اولش است که آیا ما به لحاظ منابع معرفتی منابع داریم که در حقیقت یک تعریف کامل از انسان، از زندگی، از جهانبینی و بینش انسان ارائه بکنه؟ یک. دوم اینه که عملاً در واقعیت زندگی عینی که ما فعلا زندگی میکنیم آیا جوانان مسلمان با همو تفکر و اندیشه و بینش کامل رسیدن یا نرسیدن؟ بنابراین این سوال 2 بخش پاسخ داره. در این که منابع معرفتی ما پاسخگو هست، در این هیچ شک وجود نداره و ما در این هیچ شکی ندارم. یک. اما با کمال تأسف باید گفت که ما مسلمان ها و نسل جوان شرق و کشورهای اسلامی ما در یک خواب فرو رفتیم. پس از این که از زمان اواخر خلافت عباسی ها نوع نگاه تقلیدی محض در جهان اسلام حاکم شد و ما یک جفای بزرگ در تاریخ خود مرتکب شدیم، این که علم را تقسیم کردیم به علم دین و علم دنیا
و جفای دیگری که ما در تاریخ خود مرتکب شدیم این که عبادت را آمدیم تقسیم بندی کردیم و یک تعداد شعائر محض عبادی را همون عبادت دانستیم، دیگه بخش‌های زندگی را در حقیقت از عبادت انداختیم. ما به حالت قرار گرفتیم که امروز ما بیشتر جنبه مصرفی داریم نه جنبه تولیدی. با کمال تأسف باید ایره گفت. و او تصویری که ایدئالی که باید از جوان مسلمان شرقی ارائه بشه و قرآن میخواد که از شخصیت یک جوان ارائه بکنه، با کمال تأسف او تصویر امروز در فیصدی بالایی از نسل جوان ما و مسلمانان ما در کشورهای شرقی وجود نداره. یکی از عوامل همین شده که بعضیا مرعوب بشن، مرعوب به این معنا که تحت تأثیر قرار بگیرن. امروز جهان غرب از دو جهت تسلط داره بر کشورهای شرقی، مخصوصا کشورهای اسلامی. یک از جهت فکر و معنا و دوم از جهت ماده و سیاست. به این معنا که ابزار علم و دانش جهان غرب در دست گرفته، از طریق علم و دانش تولید کرده، زندگی را به سطح بسیار بالایی از رشد و ترقی و رفاه رسانده. ما که در این راستا تلاش نکردیم، غفلت کردیم، وقت ضایع کردیم، بی برنامه بودیم، رهبرای ما دوراندیش نبودن، یعنی نه تنها 100 سال در طی همین 200-300 سال جهان اسلام، یعنی این از قرن 15 که رنسانس در دنیای غرب شروع میشه و ما در یک خواب عمیق فرو میریم، از اون زمان تا به اکنون خب این سبب شده که به نحوی ما متاثر بشیم. و در حقیقت اگر بخواهم در یک جمله ای را خلاصه بکنم این است که ما امروزه تاییدی خود و فکر و اندیشه خود در فرمولای غرب جستجو میکنیم. اما استاد، منابع ما قرآن کریم با تمام آنچه که یک جوان مسلمان میخواهد برسد حرفی داره، پیامی داره. فرض مثال یک جوان مسلمان میخواهد برای از هوش مصنوعی استفاده کنه یا ابزاری به نام هوش مصنوعی یا هوشواره یا چیز دیگر بسازه، تعداد میگن این کار درست نیست. یا اگر هوش مصنوعی را غرب ساخته میگوید شما نروید دنبال فرهنگ غرب، شاید فرهنگ بسیار قشنگی باشه، ابزار قشنگی ساخته، شما در خود جستجو کنید. آیا قرآن کریم حرفی دارد در این مورد؟ یک جوان میتواند برای از هوش مصنوعی استفاده کند، از ابزارهای دیگری نو ساخته شده استفاده کند؟ اصلا من دوست دارم یک وقفه کوتاه بگیریم و این حرف را در وقفه بعدی بشنویم. ویندوی عزیز، یک وقفه کوتاه میگیریم و برمیگردیم. استاد، من یک یادداشتی را روزهای پیش از یک فردی شنیدم که به ظاهر خود را دعوتگر دین میدانه. اونا به این باور بودن استفاده از هوش مصنوعی درست نیست. چرا؟ چون ابزار غربی ساخته غربه و ساخته منابع غربه. سوال من اینجاست، قرآن کریم یا منابع اسلامی چی چیزی را برای جوان امروزی میگه؟ چه پیامی داره برای این که یک جوان میتواند از هوش مصنوعی استفاده کنه؟ منظورم این است از ابزارهای مفیدی که غرب میسازن استفاده کنه، یا کاملا قرآن کریم این استفاده کردن را درست نمیدونه؟ ببینید، ما در هیچ آیتی از قرآن عظیم الشأن ما سراغ نداریم که قرآن گفته باشه که شما از در حقیقت از هیچ تولید دیگران استفاده نکنیم. اصلا ما چون آیتی نداریم. بالعکس، ما در قرآن عظیم الشأن آیات متعددی داریم که به ما توصیه میکنه با کسانی که با شما سر جنگ و دشمنی ندارند شما با اونا روابط نیکو و حسنه داشته باشه. و روابط نیکو و حسنه به خاطر استفاده از امی در حقیقت تولیدات فکری و علمی هم دیگره. در چیزهایی که اگر با ما جنگ داشته باشن، در جنگ باشن، ظاهرا غرب امروز در جنگ از انواع مختلف با مسلمان ها، ولی ابزار خوبی دارن مثل هوش مصنوعی، مثل گوگل. بس استفاده کنیم. یکی ابزاری هستند که پشت سر تولید اونها یک فلسفه وجود داره و یک هدف مشخص وجود داره، اما ابزاری هستند که هیچ فلسفه‌ای در پشت از اونها نیست. صرفاً ابزار ارتباطی سریع هستند، صرفاً ابزاری هستند برای
انتقال داده ها و اطلاعات با سرعت بسیار زیاد. مثلا شما این مایک در نظر بگیریم، این مایک خود ساخته ما و شما نیست، حتما از یک کشورهای غیر اسلامی آمده. حال اگر من از همین مایک استفاده بکنم به خاطر انتقال صدای خود و پیام خود برای کسایی که دورترند، این به عقیده چی مشکل ایجاد میکنه؟ یک. دوم، در این که در اینترنت، در فضای مجازی، در هوش مصنوعی اطلاعات و داده ها و پیام های غیر اسلامی از طرف غیر مسلمان ها مطرح میشه، شکی نیست. ولی من خود دنبال او پیام ها نمیرم. من از ابزار استفاده میکنم به خاطر داده ها و اطلاعات علمی که در اونها وجود داره از دانشمندای مختلف دنیا، مسلمان و غیر مسلمان در شده. من از پیام های مثبت از او استفاده میکنم. یعنی به این که ما از ابزار استفاده نکنیم، پس بیایم از موتر هم استفاده نکنیم، بیایم از موبایل هم استفاده نکنیم، بیایم از ساعت هم استفاده نکنیم. یعنی این دلیل شده نمیتونه که یک وسیله و یک ابزار وقتی توسط غیر مسلمان استفاده میشه ما اصلا از او استفاده نکنیم. ما از چیزی استفاده نمی کنیم که در حقیقت پشت از او یک فلسفه خاص وجود داره، مثلا یک فرهنگ خاص، یک فکر و اندیشی خاصی که پشت از او یک فلسفه خاصی قرار داره، با عقاید ما در تکره، با فرهنگ ما در تکره، با اخلاق اسلامی ما در تکره، ما از او استفاده نمی کنیم. ولی اگر همین گلاسر به عنوان ابزار یک غیر مسلمان ساخته باشه، خب به کشور ما هم آمده، من حیث مسلمان او در کشور خود داخل از این شراب می نوشه، من داخل از این آب زمزم می نوشم، داخل از این نوشیدنی های حلال می نوشم، آب می نوشم. چه اشکالی در این قضیه وجود داره؟ یک مسئله است، میگوین هر چی جدید لذیذ است. کارهای جدید، همینطور افکار جدید وقتی مطرح میشه، یک جوان میبیند یک واکنش مثبتی وجودش بر اون نشان میده. پس وقتی بدون شک، اولا این را بگم، گوگل، هوش مصنوعی، هرچی یک فلسفه در پشت خود داره و امروز هم بیشترین جنگا، بیشترین بردای غرب از طریق همین شبکه‌های مجازی، حملات سایبری و گوگل هوش مصنوعی انجام میشه. وقتی یک جوان با یک نگاه نوی، افکار نوی، چیزی نوی که ظاهراً لذت بخش است مواجه می شود و زیر تأثیر این قرار می گیرد، پس این به نوعی زیر تأثیر تهاجم غرب قرار گرفتن نیست؟ ببینین اینجا نقطه ضعف از من است که من تحت تأثیر قرار گرفتم. قرآن عظیم الشأن می فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. شما در هر عصر و شرایطی شما پا به پای دیگران، یعنی ملت‌های غیر مسلمان، شما خود به لحاظ صنعت و تکنولوژی و قدرت و دفاع و استخبارات، یعنی هم سطح اونا بکنیم، از اونا بالاتر باشیم یا هم سطح اونا باشیم. یک جوان افغان چه کار بکنه؟ برای ابزار شبیه ابزار غربی بسازه، هوش مصنوعی بسازه، گوگل بسازه. نه، اینال باید یک نکته رو من در اینجا تذکر بدم. قرآن به ما گفت که شما از غافل عقب نمانید. صحیح شد؟ این که من عقب ماندم، آیا من باید توقع داشته باشم که غربی‌ها هم دیگه هیچ استفاده نکنن؟ اصلا این خب منطق شده نمیتونه. اگر ما بگم من من حیث مسلمان من تنبلی میکنم، غفلت میکنم، تلاش نمیکنم، تحقیق نمیکنم، دنبال علم و دانش نمیرم، وقت ضایع میکنم، عمر خود را مدیریت نمیکنم، توقع داشته باشم که انسان‌های دیگر هم عین رفتار من انجام بدن، این خود این خیال باطله. حال دنیای غرب که تلاش کرده، کوشش کرده، به برکت علم امروز سیطره پیدا کرده. ای که از علم استفاده غلط میکنه و بحث دیگر است، ولی همی که امروز سیطره پیدا کرده از برکت علمه. آیا من میتونم یا نمیتونم؟ سوالی است. وقتی میتونم چرا انجام نمیدم؟ وقتی انجام نمیدم چرا غرب رو مقصر میدارم؟ ما میتوانیم؟ بله، چرا نمیتونیم؟ یعنی ما از دو جهت حرکت میکنیم، یکی از جهت معنا و یکی از جهت ماده. اگر انسان غربی تونسته از جهت ماده رشد بکنه، پیشرفت بکنه و امروز ابزار سرعتی زمان در اختیار خود بگیره، همون راهی را که اونا پیموده ما نمیتونیم؟ یک. دوم، ما در پهلوی مسئله ماده ما بحث معنا رو داریم. امروز اگر امت اسلامی در حقیقت طلایه‌دار تمدن برتر در جهان می بودند به لحاظ عینی و واقعیت عملی جهان،
شکی نیست که صحنه عدالت اجتماعی در دنیا به شکل دیگری رقم می‌خورد. ولی بحثی است که امروز علم در دسترس کسانی قرار داره که در حقیقت تمام چیزها را از دریچه منافع مادی شخصی خود تعریف می‌کنند. استاد، ما میگوییم اگر تمدن اسلامی برتر می بود شاید در جهان تغییراتی می آمد، عدالت بیشتر پابرجا می بود. وقتی ما میریم منابع طرف را میخوانیم، غرب را، یونانی ها را، یک وقتی خلافت عثمانی ما داشتیم، بدون شک سیطره بر کشورهای غیر اسلامی هم داشت به جای بسیار مختلف. در منابع اسلامی، در منابع ما آمده بهترین حکومت از نگاه مختلف. وقتی می رمانای یونانی ها را میخوانی، اونا میگن خلفای عثمانی تنها کارشان تجاوز بوده. میرفتن زنای اونا را میآوردن، زنای فرمانده اونا را کنیز میگرفتن، میرفتن بالای مکانی آنها، خانه آنها تجاوز میکردن. نگاه آنها اون طوره و نگاه ما این طور. پس وقتی یک منتقد، یک کسی، یک غربی میاد میگوید ما تمدنمان چندان تمدنی عدالت محوری نبوده، نگاهی ما درست است؟ ببینید، یکی شما می‌دانید که هر تمدن از خود ریشه هایی داره و چشمه هایی داره که از او آب میخوره، یک منابعی داره که بر پایه های اونها بنا میشه. ما تمدن اسلامی وقتی میگیم در حقیقت پایه ها و زیربناهای تمدن تفکر اسلامی و جهانبینی و اندیشه اسلامی تشکیل میده و این اندیشه و جهانبینی اسلامی از دو منبع گرفته میشه که منبع در حقیقت قرآن عظیم الشأن و سنت صحیح و درست پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشه. در طول خلافت‌های بزرگ سگانه اموی و عباسی و عثمانی شکی نیست که ما خلفایی داشتیم که در حقیقت مقتدا، امیر و الگو به معنای واقعی بودند. اما وقتی ما میگیم خلافت اسلامی به این معنا نیست که کل از اینا همه پاک بودند، فرشته بودند و خطا و اشتباهی نداشتند. یک مشکلی که متاسفانه بعد از خلافت خلفای راشدین ایجاد شد و تعدادی از خلفای انگشت‌شمار اموی و عباسی و عثمانی، اکثریت خلفا نگاهشان در فتوحات، در کشورگشایی ها صرفا نگاه مادی بود. نگاه مادی به این معنا که کشورها را فتح کنند، غنیمت‌ها را بگیرند و تسلط سیاسی پیدا بکنند، در حالی که شما وقتی انگیزه در حقیقت خلافت خلفای راشدین رو ببینید چون این انگیزه‌ای نبوده. اصل رساندن پیام نجات بخش لا اله الا الله بوده که برای بشریت معنای واقعی زندگی را به اونها برسانند. در خیلی از جاها، مثلا در زمان عمر ابن خطاب وقتی قسمتی از فلسطین و قسمتی از شام فتح میشه، در اونجا مسیحی ها زندگی میکنن. اینا برای ساختن مسجد نمیرند کلیسا را خراب بکنن، میگن کلیسا در پهلوی مسجد. نمیرند که در حقیقت هست و نیست اونها رو به هم بزنند، میگن کلیسا هم باشه مسجد هم باشه. مسلمان باید به این عقلانیت برسه که همو قوت اندیشی خود با فکر و با اخلاق او را برای دیگران ارائه بکنه. یکی رفتار حکومت‌های مشخص در طول تاریخ اسلامی با کشورهای غیر اسلامی است که متاسفانه برگرفته از منابع اسلامی نبوده. و نکته دیگر اینه که خود منابع تمدنی ما که سرچشمه‌های ساختن تمدن بوده چه چیزی در تعامل با ملت‌های دیگر مطرح می‌سازه، این رو باید ما بررسی بکنیم. و اگر ما یک نگاه دیگری در این قضیه داشته باشیم، این است که امروز آمریکا من حیث یک کشوری که دایه‌دار دموکراسی در جهان هست، برای تحقق دموکراسی در کشورهای مختلف شعار نمیده، نیرو نمیفرسته، اقتصاد مصرف نمیکنه، صدها فرزند خود را کشته نمیده. میگه همین نظام انسان محوره، نظامیه که در حقیقت تعریف درست و تعبیر درست از زندگی و انسانیت را ارائه میکنه. بنابراین ما برای انتقال ایدئولوژی، این فکر، این اندیشه، در حقیقت این فلسفه در کل جهان ما منابع اقتصادی مصرف میکنیم. اگر در جای نتونه حضور فیزیکی پیدا بکنه، به میلیاردها دلار پول خود را سرازیر
تحریک نمیکنه، انسانها را خریداری نمیکنه تا علیه تفکری که در اون کشور قائمن علیه از اونا ایستادگی بکنه. در حقیقت مبارزه با استبداد و مبارزه با اقلیت مستبد حاکم در کشورها صرفاً به خاطر تحقق نظام دموکراسی. وقتی آمریکا ایره به عنوان یک هدف مشخص و مقدس در دنیا سر از این پول مصرف میکنه، منابع انسانی و مادی خود در مصرف میکنه، من که میگم در حقیقت جهانبینی درست و معنای درست از زندگی رو دارم و نسبت به هم نوع خود خیرخواه هستم، نباید احساس مسئولیت داشته باشم و این تفکر رو به دیگران انتقال بدم. حال شیوه انتقال تفکر بعضی از حاکمان غلط رفتن برخلاف دستورات اسلامی، اما یک تعداد صحیح رفتن. یک سوال برای من پیش آمد. امروز وقتی امریکا میخواهد با تعبیر خودش دموکراسی را پخش و نشر بکنه در اطراف جهان، در کشورها میرود یا حمله میکند یا با نوع زبان انگلیسی را تقویت میکند، یک کاری دیگر. ما بعضی منابع داریم وقتی مسلمان ها آمدن به خراسان، این افغانستان، به تخارستان و این مناطق، اونجا هر کی به زبان فارسی صحبت میکرد میگفت این مجوس است کشته بشه، یا درست نیست صحبت با زبان مجوس ها، یعنی با زبان فارسی، نوی تقویه میکرد عربی را. این تفاوتی که امروز میشه با برخوردی اونها، تفاوت در کجاست؟ ببینین واقعیت های تاریخ، هر چیزی که تاریخ به ما عرضه کرده بیایم بررسی بکنیم. اگر فرهنگ اسلامی و اگر در حقیقت دعوت اسلامی می آمد برای کشتن زبان فارسی، برای کشتن فرهنگ فارسی، برای کشتن شخصیت های فارسی، شما مولانا را در زیر چتر اسلام از کجا آوردین؟ شما سعدی را از کجا آوردین؟ شما حافظ را از کجا آوردین؟ شما امیر خسرو دهلوی و نظامی و گنجوی را از کجا آوردین؟ شما اگر ادبیات عربی را، اگر تفکر عربی را، یعنی منظور تفکر اسلامی و جهانبینی اسلامی را از شعر مولانا بگیرین، از شعر سعدی بگیرین، از شعر حافظ بگیرین، از شعر نظامی گنجوی و امثال اینها بگیریم، چند فیصد از شعر از اینا باقی میمانه؟ بسیار کم. بله، بسیار کم باقی میمانه. نه؟ از جانب دیگر بزرگترین مشاعر و افتخارات جهان اسلام از خطه فارس بوده یا نبوده؟ اگر او آمده با این تفکر در ستیز بوده و اینها را به بهانه اسلام زبان فارسی کشته، نه ببینین شکی نیست که روایات تاریخ باید بررسی بشن، باید حلاجی بشن، باید در حقیقت کالبد شکافی بشن. به تعبیر امروز یک کتله را میبرن میگن پاتولوژی میکنیم، بایوپسی میکنیم که همی هسته و ریشه را کلن پیدا بکنیم، علت و دلیل. خیلی وقتا در تاریخ روایات جهل میشه، خیلی وقتا امکانم داره در تاریخ خیلی کسا در لباس دین میایند استفاده غلط میکنن، اما واقعیت اینی جامعه چی است؟ یعنی پس از قرآن عظیم و شن در نزد اهل سنت شما کتاب معتبرتر از صحیح البخاری دارین؟ صحیح بخاری از کجاست؟ امام بخاری از کجاست؟ فارس زبانه. بله؟ از خطه فارس خراسان قدیم بوده یا نبوده؟ ترمذی از کجاست؟ ابی داود از کجاست؟ خدمت شما عرض بکنم همین 6 کتاب صحیح و برتر روایی که ما در علم حدیث داریم، اکثریت از اینا از خطه فارس هستن یا نیستن؟ بزرگترین عرفای اسلامی که امروزه فخر جهان اسلامن، اینا از خطه فارس هستن یا نیستن؟ این قضیه شما در بحث ادبیات عربی مهمترین شخصیت هایی که شما دارین، اینا در خطه فارس بودن یا نبودن؟ بنابراین بحثی است که تاریخ نیاز به واکاوی داره، نیاز به بررسی داره. واقعیت‌های عینی که از دل تاریخ در حقیقت امروز پیش روی ما قرار داره چیز دیگری را نشان میده در برابر او روایت‌های شاذی که مطرح شده. شکی نیست که ما نمیتونیم بگیم که همه کسایی که من حیث داعی در طول تاریخ اسلام مطرح شدن، من حیث حاکم از جغرافیای خلافت اسلامی بیرون شدن، اینا همه در حقیقت پاک بودن، مثل شیر واریس سفید بودن. نه خیر، چون این چیزی نیست. من قبلا هم خدمت شما عرض کردم که با کمال تأسف که ما حتی در تاریخ خلافت‌های سگانه اموی و عباسی و عثمانی ما اینا رو نمیتونیم خلفا و حکمای ایدئال و به تمام معنا معیاری برای نسل جوان امروز ارائه بکنیم، الا ماشاءالله.
یعنی تعداد مشخصی در میان خلفا کسایی بودند که واقعا اهل دانش بودند، اهل تفکر بودند، اهل عدالت بودند و به معنای واقعی تفکر اسلامی، بینش اسلامی داشتند و تلاش میکردند که جامعه را به سمت و سوی درست از او سوق بدن. اما کسایی هم بودند که نه خیر، متاسفانه لکه ننگی بر دامن تاریخ اسلام هستند. استاد اگر حاشیه نرویم، یک سوال شاید به ذهن مخاطبین عزیز ما پیدا شده باشد. با وجود منابع شاذی که داریم، میگن وقتی عربا مسلمان ها آمدن به تخارستان و به افغانستان، گفتن با زبان فارسی صحبت نشه یا با زبان‌های دیگر غیر زبان عربی، ولی امین فارسی زبانا بگم یا کسایی که در حته خراسان و ایران زندگی میکردن، مثل تبری رفت تاریخ اسلام را نوشت، یا ابوالاسود دغلی رفت مورد اعراب گذاری زبانی عربی، لغت و واژه سازی کار کرد و اینطور امام بخاری، امام ترمذی، کسان دیگر آمدن احادیث پیامبر را جمع آوری کردند که بهترین کتابای احادیث امروز به شمار می رود. چی چیز اینا را فارسی زبانا را واداشت بروند دنبال دین اسلام را بیشتر بچسبن، احادیث پیامبر را جمع آوری کنن، تاریخ اسلام را بنویسن، روی زبان عربی کار بکنن و اون هم با زبان عربی؟ مهمترین عاملش قناعت فکری و قناعت قلبی بوده. اگر قناعت فکری نباشه و قناعت قلبی نباشه، چگونه افرادی که ما ادعا میکنیم که در حقیقت با فرهنگ اینها، با زبان اینها صلاح گرفته شده و اینها مجرم پنداشته می شدن، با سخن گفتن به زبان فارسی، چگونه اینا رفتن در حقیقت سکانداران دین و دعوت شدن؟ چگونه اینها رفتن تولید منابعی کردن که در حقیقت اینا بیشتر از خود عرب منابع اصیل اسلامی را حفظ کردن؟ اگر قناعت قلبی نباشه و قناعت فکری نباشه، چگونه به صدها و هزاران دانشمند از خطه خراسان بیرون شده با جان و دل عمر خود را وقف کرده در راستای حفظ منابع اسلامی، انتشار منابع اسلامی، تفکر اسلامی؟ اگر قناعت نبوده، شما اگر خواسته باشین بگین که یک نفر بالفرض بازور هم گاهی وقتی کار میکنه، اما بازور بیایم واقع بینانه و منصفانه قضیه را مطرح بکنیم. کشورهای استعمارگری که میان جاسوس میگیرن در کشورهای مختلف برای تبلیغ فرهنگ و اندیشه و زبان خود، کدام یک از همه کشورهایی که جاسوس گرفتن اینها توانستن یعنی یک تولید اثری به اندازه مولانا بکنن، به اندازه سعدی بکنن، به اندازه امام بخاری و امام ابی داود و امام ترمذی بکنن؟ اگر ما بگیم که اینا صلاح و اینا از روی جبر و اکراه زمان آمدن این کار کردن و قناعت فکری و قلبی نبوده، شما نمونی از او در ملت‌های دیگر هم که ما در تاریخ کم نداریم، همین عصر اکنون ما داریم، بیام نشان بدیم شخصیت‌های را به این پیمانه. استاد ما یک نکته را که جناب شیخ صاحب در این مطرح بسازم، یعنی شکی نیست که تاریخ نقطه‌های کور داره، شکی نیست که تاریخ نقطه‌های داره که باید سر از او انگشت گذاشت، انتقاد کرد و در حقیقت جامعه تقدس از تن اونها بیرون کرد و اونها را عریان ساخت و گفت که اینا در خط مشی دین نبودند، اسلام نبودند و اینا با تفکری که آمدن، با روی کرد و عمل کردی که آمدن کلن به خطا و غلط بودند. اما واقعیت رو بیاییم در مطرح بسازیم که چگونه امکان داره خطه خراسان بیشترین تولید متفکر اسلامی رو داشته باشه. استاد در خراسان سالها دین زردشتی بود، رواج داشت و حکومت‌هایی بودند که هیچ ربطی به اسلام نداشتن، حتی امپراتورهای جهان. چی چیزی قناعت امام بخاری دیگر بزرگان را حاصل کرد اینقدر زود تمام منابع خود را کنار بگذارند، اندیشه ارسی اجدادی نیاکانی خود را کنار بگذارند، از همه چی بگذارند، بروند بچسبند به ادبیات عربی، به منابع اسلام؟ این قناعت از کجا آمد؟ قوت اندیشه و تفکری که اسلام ارائه میکنه.
ما وقتی فرض کنیم من و شما کنار یک نفر قرار بگیریم، ما بگم جهان هستی را یک ذات قادر مطلق اداره میکنه، بالمقابل طرف مقابل به ما بگه که جهان هستی را خدا اداره میکنه، منتها خدا از 3 جز تشکیل یافته، یک خدای پدر، یک خدای پسر، یک خدای مثلا روح القدس. یعنی این قوت در حقیقت منطقی که در ارائه تصویر از خدا ما ارائه میکنم، تا او کسی که خدا را 3 جز میکنه و 3 بخش میکنه و یکی را نیازمند دیگری میسازه، آیا او تفکر در مقابل تفکر توان ایستادگی را داره؟ این قضیه. شما بیاین فرض بکنین یک کسی که معلومات معوج و معلول از علم طب داره تا کسی که میاد تخصصی در حد پروفسور ای آمده علم طب در بخشای فرض کنیم قلبی خوانده و یک کسی که معلومات سرسری از این شنیده و از او شنیده و این یک باور بر خود ساخته در مورد قلب، اینا وقتی با هم روبرو بشن، پروفسوری که از قلب تخصصی صحبت میکنه و کسی که معلومات معوج و معلول داره از قلب، اینا با هم برابرن؟ آیا میتونه در مقابل از ایستادگی بکنه؟ کسی که یک شمع در دست داره و در مقابل آفتاب قرار میگیره، آیا شمع در مقابل آفتاب توان نور دادن داره؟ و همین خاطره که یکی از اندیشمندان عرب میگه اذا طلع الصباح بطل المصباح، زمانی که صبح طلوع بکنه دیگه چراغ‌ها دیگه ارزشی نداره. به این خاطر قوت اندیشه سبب شد که اینها را مجاب بکنه و اینها در حقیقت سربازان جان برکف ایثارگر خستگی ناپذیر در طول تاریخ اسلام بشن.